تماس ما داریم در رابطه با اینکه دوستان میپرسن ما کجا بریم بهتر هست، کدوم کشور مهاجرت کنیم در حال حاضر بهترین کشور هستش برای مهاجرت. ببینید یه سوال کلی هست که نمیشه برای همه یک کشوری رو معرفی کرد. هر کسی شرایط خاص خودش رو داره و هر کشوری هم باز همینطور. برای همین برای کسانی که میخوان طولانی مدت، من حالا یک توضیحات کلی بهتون میدم ان شاءالله تو کلیپ‌های بعدی به جزء میتونیم رو هر کدوم از اینها توضیحات کاملتری رو ارائه بدیم. ولی من کلیتی از مهاجرت در حال حاضر بخوام بهتون بدم این هستش که کلا کسایی که میخوان کشور برن و دیگه برنگردن خب میتونن کشورهای مثل استرالیا، کانادا اینجور کشورها رو انتخاب کنن که حالا اونم باز بنا به شرایطش میشه روش صحبت کرد که کدوم الان بهتر هست. خب ایدئال ترین کشور که کشور دور الان هستن خب میتونه آمریکا و استرالیا باشه که آمریکا که اصلا امکان پذیر نیست، ایرانی‌ها خیلی سخته بخوام برن مگه اینکه دیگه شرط خاص داشته باشن. استرالیا باز گزینه بهتری نسبت به کانادا با توجه که کانادا شرایط سختی‌های خودشو داره و همه دارن اکثرا دارن مهاجرت معکوس انجام میدن یک سریا. و مثلا در رابطه با حالا مثلا اروپا گزینه خوبی هست برای کسایی که بخوان چون به ایران نزدیک‌تره و به طور مثال افراد به هر حال هم شرایط زندگی نسبتا از نظر تورم نداره و شرایط خیلی مناسبی داره نزدیک با توجه برای کسی که بخوان بیزینس داشته باشن تو ایران و بخوان رفت آمد داشته باشن بالاخره به هر حال دلتنگی ها و مسائل این شکلی رو داشته باشن. خب اروپا گزینه بهتر، خیلی از ایرانی‌ها تو اروپا هستن و رفت آمدشون خیلی راحت تر و با هزینه‌های خیلی کمتری هست. مثلا کشور استرالیا اینا فقط 150 میلیون مثلا الان در حال حاضر بلیت رفت و برگشتش هست. خب خیلی بالا در میاد رفت و آمدش و اصلا مربوط به صرفه نیست. و از اون طرف هم ما در رابطه با میگم حالا باز کشورهایی که خیلی از ایرانیان میرن، کشورهای اطراف مثلا ترکیه، ارمنستان، گرجستان، اینا رو به شما توصیه نمی‌کنیم چون مثلا کشورهایی که وضعیت بهتری نسبت به ایران ندارن و همونطور که میدونید خب به هر حال ترکیه تورم بالای 70% و 60-70% رو داره، مشکل زبانی رو دارن و مشکل کار هست، کار نیست و اگر هم باشه به هموطن خودشون کار رو میدن. اینه که یه سری مشکلاتی داره که و ارمنستان گزینه خوبی نیست واقعا برای سکونت و زندگی و اینا، یعنی نمیتونه براشون ارزش افزوده ایجاد کنه. برای همین باز مثلا یه سری ها هستن میرن کشورهای مثلا حوزه خلیج فارس مثلا عمان و نمیدونم قطر و امارات و الان مثلا عمان زیاد خیلی الان دیگه تبلیغاتش زیاد شده اینا، ولی اینا هم کشورهایی که باید حتما به عنوان شغل برید. مثلا یه نرس اگه بتونه بره اونجا اونم تازه باید وکیل بگیره چون خیلی از بیمارستان‌ها امضاهایی از اینا میگیرن، تعهداتی رو میگیرن، بعد وقتی فرد متوجه میشه میبینه چه سرش چه کلاه بزرگی رفته. برای همین حتما باید اینا با دقت انجام بشه. برای کسای خوب امارات و عمان و قطر اینجور کشور که اکثرا هم مثل همن مشابهن که مثلا از اینجا با خیال راحت کار پیدا کرده باشن و کار با درآمد خیلی بالا، وگرنه اصلا ارزش نداره برن اونجور کشور چون 6 ماه سال که اصلا خونه نمیتونن بیان بیرون با اون هوای گرمی که اصلا قابل نیستش، نمیشه اصلا واقعا اومد تو جای تفریحی رو استفاده کرد. برای همین کلا مثلا کشور عربی هم یه سری مسائل مشکلات خودش رو داره، اینجوری نیست که بعضی فکر کنی خیلی ایدئالن. نه، ما دوستانی بودن حتی 20 سال 30 سال اونجا زندگی کردن الان اومدن و هیچ ارزش افزوده یا مثلا پس اندازه خیلی زیادی نه، فقط در حد زندگی کردن بوده براشون چون هزینه‌های زندگی اونجا خیلی هزینه‌های زندگی بالاست و مهمترین مسائل بحث اشتغال و اینجور مسائل. در رابطه با کلیت موضوع این هستش که الان در حال حاضر با توجه ما الان متاسفانه قیمت ارز بسیار بالاست، 92,000 تومان من دارم میبینم، قیمتی دارم میبینم سرسام آوره و به طور کلی الان در حال حاضر اصلا توصیه نمی‌کنم کسی بخواد مهاجرت بکنه حتی تحصیلی و یا موردهای دیگه. ان شاءالله هر موقع این وضعیت به سامان رسید مسلماً این قیمت‌های منطقی نیست و شما در هر صورت پروسه مهاجرت پروسه زمانبریه و نیاز به مدرک زبان دارین، نیاز به خیلی چیزای دیگه دارین که ان شاءالله تا بخواد حالا ان شاءالله دلار و ارز هم کلا فروکش بکنه حداقل 15,000 تومان فکر می‌کنم خیلی، یعنی این حتی بالا هست قیمت، اینا ان شاءالله درست بشه و شما میتونین اقدام بکنید. ما تو کلیپ‌های بعدی در رابطه با انواع اقسام مهاجرت‌ها، بورسیه‌های مختلف، تحصیلی، نمیدونم مهاجرتی، تحصیلی، سرمایه‌گذاری، خرید ملک، انواع اقسام حتی کشورهای مختلف رو در رابطه‌اش توضیح میدیم. خیلی از دوستان این سوالات رو تو کامنتاشون از ما دارن و ما هم ان شاءالله سعی می‌کنیم که با اطلاعات بروز در خدمتتون باشیم. بهترین ها رو براتون آرزو دارم، موفق باشید.